بیت المقدس محل دانشمندان و علمای زبده امت اسلامی هست. از بزرگترین مجاهدین اگر نام بگیریم جایگاهش فلسطینه. اگر از بزرگترین علما نام بگیریم فلسطینه. اگر ما وقتی نگاه میکنیم این سرزمین شام و فلسطین و این سرزمین هایی که الله سبحانه و تعالی در این سرزمین ها خیر و برکت گذاشته، عزیزان و بزرگواران، فلسطین جایگاهی که الله سبحانه و تعالی تمام انبیای خود را در مسجد الاقصی جمع میکنه. امروز مسلمان داخل مسجد الاقصی وارد شده نمیتونه. امروز مسلمان خونش به داخل مسجد الاقصی ریختنده میشه. او جوان مسلمان چی جرم کرده؟ جوان فلسطینی جرمش چیست؟ او زن مسلمان جرمش چیست؟ زن مسلمان در فلسطین گرگ صفتان، بوزینه صفتان اسرائیلی 10 نفر به جان یک زن مسلمان میافتن و او را شکنجه میکنن. جرمش چیست؟ ای مسلمان، ای مسلمان، حجاجی که من و تو را ظالم میگیم، در تاریخ با عنوان ظالم قلمداد میکنیم. زن مسلمان از هند در زمان حجاج ابن یوسف فریاد میزنه واه حجاجا. حجاج ابن یوسف با همه ظلمی که داشت لشکر ترتیب میده طرف هند به آزادی زن مسلمان، به آزادی دختر مسلمان. امروز زعمای اسلامی نمیشرمن، امروز این طواغیت عصر نمیشرمن، شرم و حیا ندارن. کشورهای عربی که امروز خود را از خادم حرمین گرفته تا عراق و سوریه و یمن و مصر و لبنان و بالاخره حتی تمام کشورهایی که سنگ محبت را به سینه میزنن، این توپ و طیاره به چی درد میخوره عزیزان من؟ توپ و طیاره علیه کی؟ ایران توپ و طیاره خود را علیه عربستان، عربستان توپ و طیاره خود را علیه ایران، پاکستان علیه بالاخره کشمیر و فلان و هند علیه فلان و این و اون. به این عزیزان من چرا ما امروز به این حالت قرار گرفتیم؟ امروز عزیزان من او تصاویری که شاید شما ندیده باشیم و به آینده ببینیم قلب انسان در میگیره، قلب انسان در میگیره عزیزان من. دختر مسلمان به زیر اون دستپای بوزینه صفتهای یهودی که از دست ابوبکر و عمر و عثمان فرار کردن، از دست سربازان امت اسلامی فرار کردن. امروز چقدر دختران مسلمان به دست صهیونیست هست، امروز چقدر زنان مسلمان در زندانهای این ظالمین قرار داره. مسلمانی تنها به روزه گرفتن نیست، مسلمانی به نماز نمیشه، مسلمانی تنها به عبا و قبا نیست. اسلامی که در او جهاد نبود او اسلام نیست، او فقط دست نشانده غرب و یهود و نصارا هست. در دل که عشق جهاد نبود، در قلب که عشق جهاد نبود، او قلب خانه شیطانه کالبنیان الخرب. به این عزیزان و بزرگواران امروز فلسطین فریاد میزنه، اما میبینیم در هر گوشه مسلمان هنوز عروسی داره، رقص داره، پای کوبی داره، شراب داره. کشورهای همسایه‌ای که من و شما در اطراف فلسطین میبینیم هر کدام اونها به ایشونوش. یا رب، یا ربی امت تا کی به این ضعف قرار داشته باشه؟ یا ربی امت تا کی به این حالت قرار بگیره؟ چی وقت خواهد رسید که رسول الله میفرمایند روزی میآید که درخت صدا میکنه یا للمسلم، ای مسلمان بیا که پشت من صهیونیست یهودی غاصب کمین گرفته، بیا بزن، بیا این را از بین ببر. یا رب چی وقت خواهد بود؟ اون زمانی که عمر فاروق بود، آن زمانی که خلفای راشدین بودن، آن زمانی که عمر ابن عبدالعزیز بود، آن زمانی که صلاح الدین ایوبی بود. یا رب اون زمان چی وقت خواهد رسید؟ یا رب این ذلت و خواری چی وقت تمام خواهد شد؟
به این عزیزان و بزرگواران، این شبها فلسطین قلب همه مسلمان ها را به آتش زد. این شبها شبهاییه که دختر فلسطینی فریاد میزنه ای مسلمان کجایی؟ من خواهر تو هستم، من خواهر تو هستم، نام من عایشه و فاطمه هست. کجا هستی که مرا از چنگال صهیونیست های غاصب نجات بدی؟ کجا هستن زعمای کشورهای اسلامی؟ کجا هست عرب و عجم؟ کجا هستن اینهایی که آماده با سلاحهای مجهز و اینها و خود را هم و نام خود را هم مسلمان میگذارن؟ 8 میلیون یهودی چی ظلم و جنایتی که در دنیا نمیکنه. 1.5 میلیارد مسلمان. نبی مکرم اسلام فرمودن روزی میآید که امت من به مثل کاسه غذای تبدیل میشه، چند تا گرسنه بالی کاسه غذا حمله میکنه و چقدر غذا زود تمام میشه. رسول الله فرمودن روزی میآید که بالای امت من چنین حمله میشه. صحابه گفتن یا رسول الله در آن روز امت شما کمن؟ یا رسول الله در آن روز امت قلیلن؟ رسول الله فرمودن نه خیر، امت به میلیون ها میرسه، امت به میلیارد میرسه، ولی در بینشان دو چیز میآیه: حب الدنیا و کراهیت الموت. محبت دنیا میآیه که امت مرا غافل میکنه و امت به زمان غافل میشن که بین اونها مرض دیگری میآیه که از مرگ میترسن. امروز ما چقدر از مرگ میترسیم، امروز ما چقدر از کشتن میترسیم، امروز ما چقدر گرویده دنیا شدیم، امروز ما چقدر گرویده خانه و زندگی و سر و سامان و اینها شدیم. صحابه جان میدادن به خاطر دین، صحابه جان خود را فدا میکردن به خاطر دین. عزیزان و بزرگواران،